سلام بچه ها، امروز اومدیم وسط کالاف داشتیم میگشتیم یکی درخواست داد گفت بیاین دوئل ببینیم موضوع چه قرار باشه. من بعد اینجا دوربینم ببندم چون دستم میاد جلوی دوربین. خب دوئل اسنایپ هم داریم، ببینیم موضوع چه قراره. من که خودم قبول دارم نوب سگ که نیستم. بغلش یه دونه پرو پلیر نشسته، این خودش پرو پلیری که از یه نوب سگ چاریش ببازه به چه درد میخوره؟ هر کیه یه بازیکن کمپریه. کوش بر این یارو کجاست؟ نمیفهمم اصلا یعنی چه. خب آقا یکی شدیم یارو رو ندیدم زدمون لامصب بزنم سرویست کنم. خب یک شد بازی. بچه ها شب من و این رفیقم که به دوئل دا پرو پلیره یه دوئل میزنیم مشتی ببینیم کی میبره. تو دوئل من میبرم، ولی دوئلی که بغلم یارو نشسته باشه. اینجوری مثلا دارم با این پشمک بازی میکنم نمیتونم. بیا یکی دیگه دو زارت میخوای منو ببری؟ بیا برو بابا. گفته باشم 5 امتیاز اول رو من بازی میکنم، 5 امتیاز بعدی رو دوستم بازی میکنه. خب تا الان 3 امتیاز گرفتم. 2 کیل دیگه بگیره من میام تو کار، بعدش ببینیم چی بهتر کیل بگیرم. خب یک کیل دیگه هم گرفتم. بعدم بچه همه این بمبا اینا تو دوئلی که شب میخوایم یعنی ممنوعه. یک کیل دیگه 5 تا. الان میدم دست این دوستم که به ادعا پرو پلیره. ببینیم موضوع چه قراره. گفته باشم میخوای نو بازی دراری میکشم بیرون خودم جد بازی میکنم. سلامتی همه کسایی که 2 انگشته بازی میکنن، همه فکر میکنن 4 انگشته 6 انگشته چیزه. مثلا اونور اونجا بابا پشمک چرا اینجوری میزنی؟ اون الان میزنتت. ای خدا بگم چی کارت نکنه. خودم بودم الان 3 بار شاتش کرده بود. خیلی بد جهت عوض میکنی. اصلا چجوری بازی میکنید؟ من با گوشی تو اصلا نمیتونم خوب بازی کنم. گوشی من که بهتره. برو خاک تو سرت بزن دیگه. چه عجب بالاخره یکی زدی. نگاه کن خدایی من تو چند ثانیه بهش 5 زدم. خدایی اش میکنی بابا چی کار میکنی؟ اون ورت پشتت بود. خودم دیدمش و منم میدونم میخوای چی کار کنی. زیاد از این کارا نکن. بی برو اون ور آقا. اینجا کمپیده. نه کمپیده. اون ور رو نگاه کنی میزنیش. دیدی 3 کیل دیگه بگیره من میرم با جاش بازی میکنم. بزن یارو رو. بزن بابا بزن پشمک بزن. ای خدا بگم چی کارت نکنم. اسنایپ دیگه نداری؟ این بهترین اسنایپ اوتلوه. اطلاع دارم ولی چجوری تو با اونا بازی میکنی و من نمیدونم. منم با همینا با اوتلو بازی میکنی و چرا نمیزنیش بابا؟ دمت گرم. خیلی بابا این چیه برداشتی انرژی؟ این سگ در نمیداره اینا. من با این خیلی خوب بزنم. یاد مختار میافتم میزنم. مختار آقا حساب نی دوئل اسنایپه. قرار بود هیچی نکشیم. بمب اینا نزنی که زدم اینجوری بود. خب منم کوکتل مولوتوف میدم. کوکتل مولوتوف. خب بزنش. فهمید از اون رو شروع. واقعا خاک تو سره.
واقعا خاک تو سره. بازی دست من بود 5-2 بود. چی کار کردی؟ 8 میکشی؟ بزن دیگه. What؟ وای یه امتیاز دیگه بگیری منم. کوچه مولوتوف. خاک تو سرت کنن. لعنت بهت. کیام لعنت بهت. بودو سری یکی لیگه بگیر یارو. از مرتیل کمبین خوشم نمید. خدای خداوندا این چه بلایی بود بر سرمان آمد. بچه کمپیده. منم اینجا کمپیدم آماده. اومد بزنش دیگه. تو 2 ساعت کمپیدی نمیتونی بهش بزنیش. خاک تو سرت کنم. خاک تو سرت. 2 ساعت اینجا کمپیدی هیچ غلطی نتونستی. رفتش سر جای اولی. بزن دیگه. آی بابا اسنپ دیگه نداری؟ نه ندارم. میخوای M4 بردار. بزنش. تموم شد دیگه بدونم. وای همونجا برو بشین. من مثل تو کمپر نیستم کیام. قشنگ بغلشی بزن دیگه بابا. ساعت چی کردی؟ آقا تو چیکار داری؟ بهتر از تو هم 1.5 ساعت زوم میکنی میاری رو یارو تا میای کی رو بزنی زرشک زدون. شاتش کردم 12. شاتش کردم 13. حریف میطلبم بچه. حریف باش بغلت. 14 تا شد. 14 تا کوکتل مولوتوف. اوضاع وخیم است. اوضاع خیلی وخیم. خب زد. خدا رو شکر. چی بود من برداشتم خودش. اینو میذارم. ای بمی بزنش. تموم. آجی خدای نامردی. من خیلی سریعتر از تو تموم میکنم. بزنش دیگه. کیم واقعا بازی تو ببینم دلم میخواد کلم بکوبم بگیرم. خیلی بد بازی میکنی بچه. اصلا نیستی میبینی تو چه وضعیت ماله. دوئل میزنیم. برقا به زور. برقا نیستش. ایشالله 2 ساعت دیگه میاد. من نیم ساعت هست دوباره 2 ساعت میره. اینم میره باشگاهشو میاد. منم میرم باشگاهمو میام. بعد یه دوئل مشتی براتون آماده کردیم. میخوایم بذاریم ببینیم چه گلی به سرمون میزنیم. چند شد؟ 17. به نفع اون نه شاتت کرد. همه تونم اینو میدید که اینجاست. جدا اینجا نیاز به این کار داری. کوکتل مولوتوف نمیتونی بندازی؟ میخوام هیدشو بگیرم. کوکتل مولوتوف میداختی همه جاش با هم سوختر فقط هدش الان. بزن دیگه. همونجا رو هوا میزدی. شاتت هم قشنگ‌تر میشه. چند بابا. 18-12 خاک تو سر من با تو.
اون 5 امتیاز گرفت. مهم نیست، بذار یه 4 تا یکی دیگه هم بگیره تو میای بیرون. یه امتیاز دیگه بگیره دو گوشو میدی دست منو. تموم شد اصلا بازی. تموم شد با کیلو من. چند تا تیر زدی؟ من یه دونه 5 تا. یه دونه 5 تا زدی، یه دونه هم 3 تا دیگه. من حالا 10 تا کیل. تموم شد. آره خب بچه بچه یه بازی میخوام بهتون معرفی کنم به نام التاسیکو. به نظرم خیلی بازی خوبه، برید بگیرید، به درد بخوره. هر کی فوتبالیه این به دردش میخوره. بازی خیلی جذابه. زیاد حرف میزنه، اصلا بازی موبایلی نی با فکریه. خب بچه تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ. بی برو گم شما دیگه.